درود به همراهان همیشگی چنل یوتیوب تاپ ترین ها. در این ویدیو با معرفی و بررسی کوتاه فیلم ایرانی بعد از تو یا یک شب در تهران در خدمتتونم. ضمن آرزوی ایرانی زیبا در آینده، ادامه ویدیو رو از دست ندید و لایک این ویدیو و سابسکرایب چنل رو هم فراموش نکنید. فیلم سینمایی بعد از تو که با نام یک شب در تهران هم شناخته میشه، فیلمی درام به نویسندگی و کارگردانی فرهاد نجفی و تهیه کنندگی محمد احمدی محصول سال 1398. اگه بخوام یه خلاصه کلی از این فیلم بگم، اینطوریه که دختری به اسم لیلا در شب تولدش همه کادوهاشو میندازه توی سطل آشغال و سوار یک تاکسی میشه. تو راه با راننده تاکسی که مدام ازش سوال میپرسه و سعی داره باهاش حرف بزنه همراه میشه و بهش پیشنهاد 100 میلیونی میده و تنها خواسته هم که داره اینه که هر کاری که میکنه ازش فیلم بگیره. لیلا از اتفاقاتی که واسش افتاده به راننده میگه، اینکه چطور از همسرش جدا شده و بعداً توسط دوست پسر ثروتمندش بهش تجاوز شده و دیگر اتفاقاتی که واسش افتاده حرف میزنه. فیلم مدام فلش بک میزنه به گذشته لیلا و اتفاقات خوب و بدی که واسش افتاده رو نشون میده. بریم یه بررسی کوتاه از فیلم داشته باشیم. این فیلم که اثری هدفمند، مشخص و روشن درباره موضوع حساسی به نام تجاوزه. اما کلیت فیلم فراتر از تجاوزه و به موضوعاتی مانند عشق و انتخاب‌های اشتباه افراد هم میپردازه. نکته دوم، سناریوی چفت و بست و درستی که فیلم داره و مشخصه که روی همه جزئیات اون فکر شده. با اینکه اکثر شخصیت‌های فیلم در یک ماشین بوده و کل داستان توی ماشین رخ میده، اما فلش بک هایی که به گذشته داده میشه و پیچش هایی که بیننده در داستان شاهد اونه باعث میشه که فضا و ریتم برای تماشاگر خسته کننده نباشه. نکته دیگر اینه که کارگردان سعی کرده به سراغ تجربه متفاوت بره. ایده‌ای که میتونه تماشای این اثر رو برای مخاطبان سینمایی هنری جذاب‌تر کنه. مینا وحید در این فیلم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و برای بیننده چیزی کم نمیذاره. و نقش دختری درددیده و آشفته رو جوری بازی میکنه که بیننده باهاش همراه و همدرد شده و تا انتها اونو دنبال میکنه. انتهای فیلم هم باز نیست و پایانی قابل قبول داشته و تشویقش رو با بیننده مشخص میکنه. اگه این فیلم رو دیدید حتما نظرتون رو راجبش تو کامنت ها به همون بگید و اگر هم ندیدید در کانال تلگرام هست، میتونید از اونجا تماشا کنید. خب به بخش پایانی ویدیو رسیدیم. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. لایک ویدیو و سابسکرایب چنل رو فراموش نکنید تا یک ویدیوی دیگه. شب و روزتون بخیر.